این زنی به نسلت تولد نمیکنه این قبولات صرف نکن بیا سرش ده زنت میتونم با توید میکنم این سری سول فیلم کوتاهی زنی بی‌نسل رجب علی ایبرانی اوچا جون اوچا لبای فراشتگاه پران آمدین اکه اوچا امروز با زبونی خوش حالی پیشواز بگی اینا یک دختری که تعریف کرده بودن چندین نفر رو همون دا توبت کردن فرزندار شدن پیش همون رفتیم اوچا خانه گفت که بسیاری ها گفت 10 سالی فرزندار نشیدن ولی شما 4 سال و خیره گفت 10 سال فرزندار نشیدن خلاصه گفت که توبت کردیم دورو نویستیم گیاها نویستیم دیگر کردیم 100% فرزندار شدیم انشالله که ما باور دارم که ما هم فرزندار میشیم شب میگم اوچا هم ماشین بفروشم توبتمون کنیم فرزندار بشیم ها اوچا بفروش ماشینه خونت هم بفروش بچم برادران خونه بیسویب خونه پیرانسولو و بالشته که در تگی سر بالشتی ملایمه کمانو دم میگیری بچم آخه این زنی به نسل تو این نمیزویه همین مالی میشدگه از روزی اول میخری خونت میبیاری الان که میفهمی که اون چه خیلی ماله شیرت میته نمیته تولد میکنه نمیکنه این زنی به نسل تو تولد نمیکنه این پولات صرف نکن فهمیدی این پولات صرف نکن این میزوید الان که داری 4-5 سال 2 تا 3 تا لولو میزوید این نمیزوید فهمیدی؟ تنک خیلی که مادرای 4 ساله که فرزندار نشدیم دیر شگیفته دارو خریدن بلنیسه رفتن من برای همین زیغ نشه مادر همه چیزی میگه به خوبی ما را میگه برای همین همین عادت خیلی برای پای کار برچه خب ای اوچه همین روزی اول همین زنی مرا ناز ندیدی کامران جان این سبزکاش بچی؟ ها این نمیاد بالای بد نرو کی میغلطی رحمت کامران جان رحمت چیکو کرسوده باشه تایی درختی زردالوده وای تو خب همه مادرم آقا پجانکوی ما امروز من نفر شما دا توصیه میتونم که در خونه بشینه و معاش یک ماهه همی پجانی ما 25000 سومانی قانونی بالای یعنی الیت دایرکت شرکت فابریک اپای مدینه جان من مادر 3 فرزند هستم خدا با شکر که برابر کارهای خانه و برابر تربیت فرزندانم باز در کمپانی فابریک کار کرده هر 21 روز زیاده از 25000 تومان معاش میگیرم اگر شما هم خواهیتون از خانه نبرآمده معاشای خوب گرفتن مرحمت نمره واتساپ من بنویسید من به شما همه معلومات روان میکنم دخترها فروخته گشتن به شما لازم نیست دانستن زبان روسی هم در کار نیست معلومات عالی لازم نیست دخترها من از خانه برآمده نمیتونم برای که کودکای خردسال دارم دخترها من یگان وقت بار نمیفروشم یعنی که از من شما نمیتونید که بار خریدن بار کمپانی فابریکا من نمیفروشم ولی من از کمپانی همین قدر معاشای خوب میگیرم هر 21 روز برای همین دخترها فروخته گشتن این گپای کهنه میتونید که شما نفروشتن از خانه نبرآمده میتونید که معاشای خوب گرفتن معاشای خوب گرفتن من شما یاد میتیم و پیش شما در اینترنت کتیم نفروشتن میشود دخترها برای همین میتونید که واتساپ من بنویسید من شما با معلومات روان میکنم شما همه معلومات گوش کرده وقت خارگیتون با اگر که کار معقول شد من شما نامنویس کرده یاد میتیم دستگیری میکنم تا معاشای بلند برآمدنتان یاردم میتیم تا دیرکتور رستورانتان خدا خواهد دستگیری های کلان از طرف ما میشود دخترها وقتی شما تیز دیرکتور میشویتون از طرف کمپانی 20000 تومان شما گرفته میتوانیدن با از طرف نستانیکتان چلاهای طلا چیکو کرسوده باشه تایی درختی زردالوده وای تو میمونی که همین میوه پزه آخی آخی تو نخو این خوریکای کبوت تو نمیزایی آواز ما بلند نبرارم که همسایه ها میفهم
ой кудаки мардама чӣ болои дарахт бировардӣ фурор меғалта ки давбалош мемонӣ худоя тазода наметавонӣ кудаки мардама болои дарахт мепуронӣ чишмои булоқат кафа фурор фарзанди мардама охи мон ами паза я варениш кунем я чӣ кунем охи ношиги шикамбаи ғори ту кош кизои ту фурор кудаки мардама خودم همه کاری خونه نکنم هیچ کتابی دلی خودم کار نمیکنه به خدا که کلین میگفتم کلین هم میکنم نه کتابی دل نمیکنه تو کلین برای خود کارو پیاد میگیده که سر سفید میشه سلام علیکم و علیکم السلام اخی همه بری لوی هاویش دگی مالوی کرده ایو چهازی در جیبار ششتم بعد اومدم این نگاه که بالا نشد چخیلی بچه این پا ما تر کرده بار جو باد خدمی عروبت چکارش کرم کشتی تم بچه که دارم قفای میگیری میگردی بریم یا پیولا چای بخوریم اگه اومدی ای کور چای خری اومدی خیر نه تمام کردم اومدم چه خیلی کور امی تو در کجا کور میکنی امی دبولو امی عربه شلقت اسم میری بخواه امی دو در دیاد نمیگیری دو در تا نمیبینی امی زنش که بی نسلم که باشه اینا ماشین خریده ولی با فکر که چانسن پلاکو جمع کرده میترسن که با نره بر شهر خونه خرقته میزنی بی نسلش خیزه رو این کار معنی هم نداره همین یکی دیگه میزنیم یه بچه از گفته دیگه تمنا و چیکاره میگردی خاک کار دست نمیدی خیلی پیرا چای دم کنی دم تو خاک چای هم دم نمیدی بفری اومدیم بچه برو چای بنا پیولا چای بخوریم چون کنه کوده قدیم اینجا ندارم خب درد میکنن کاری وزمین میکنیم میبرویم میفوریم نداری عوضایی نه هم از شکر میزن برای چیه دوبارش هم میگم برای میگم که زن تا سرته و زن نمیزوید اینا چور 5 سال قریب رفت یعنی دومی به نسل قبیده 6 ایو چه نگه نمخیر آخه زیر میشه برو میفورم خیر بشه اما بچه دورم یا چای اینمین کلی یا چای بیار آخی یا چای بیار من مخد میکشمون رو خود تندوز کیا خود خری اومده چای خری اومده من چای بکشم اینجا این چای خری اینا بی عقل تمیزه بی اینا بچه یا تگه بی اینا ایرکا بی در پیش اوته تا یون با شکلای دیگه میگه بلو خرق غلطی ده چند راست بشی راست میکنم او چجان کار میکنه و خیلی کار اومد بده که بچورای خدار بوده که کارای وزمین میکنه سلام علیکم وعلیکم السلام سلام علیکم چه آمدی؟ جوزا یکا خوبه چه کنم سلامتیت خوبه بشین کجا گشتی؟ همون دختری پیش اونجا رفتم روسیه هم دورو رو نویسته تا یه بسیار شاید هندوستان هر زمین همه رو خرید کردم حالا همین دورو بله دورو بهترین طلوعی برای فرزندان شدن موقع دوری اومدن 10 سال فرزندان نشدن همین پیش دختری خوب داره مشابه در بخ اول ای خداوند طلب که بعد امیرا با وقتش بله یو هم سبب نکرد بله محچوی من سیدکا دوره آوردی نمیشه که همی پیش خونه‌مون در دورخونه سازی در دورخونه سازه همی زنش میشین همجا دورو ساردو کرد اخی اوقاتی سهرشون هم دوره اوقاتی عبیدشون هم دوره اوقاتی بیگرشون هم دوره برون اینا دورخونه شده دیگه ولی بیدرد میونن بچه میدن مهنت بکنن بچه پرچه کش و دستکش همه جوش درمان کرد برای نمی بین نسلن سیدکا دوره بیا سرش دین زنت میتونم با توید میتونم سری سال نگذاشته چند زنت نیزوید
همین زن نزاید کو سری سال من میبرمه رمخ اوچه جانی ما این زنی ما چی کم بودی کرده اوچه؟ حرمت تون میکنه احترام تون میکنه یگان سخن تونه در زمین نمیمونه ای کودکی مایده سرکردگی تا کلان یمی خونه را چون گوهره که چشم نگاه بین میکنه اوچه احترام میکنه قدر میکنه بخواه یکت من هم میخوام اوچه خشبخ باشه من هم میخوام فرزندار شم خیلی کوشش کردن در کار اوچه جانی من خدوان امید نیستم نخود که یک روز نه یک روز خدوان ما را همسایی فرزند نکنه بچم دوان گفته که ای تو حرکت آخی نه بچه کی داره اگر نگاهش میکنه نمی بچهش میخوامه میچونه تو که بچه نداری ولی گپای ما کو سختت میرسه ولی زیق میشی که اوچه ماره خیلی گپا میگه فهمیدی ولی اگر که بودن در به صاحب خانه جاد کردن در خانه پیرانسالا جاد کردن به فرزند که هستی جاد همونجا میشه بابا گپای من میگه که دیگه من نمیگم فهمیدی همین آدم به فرزنده جاش خونش عاقبتش اینمی به صاحب خونه به صاحب خونه اوچه جانی ما باری دیگه میگم من هم میخوام که فرزندار شم اوچه من هم میخوام که خشبخ شم نه که خداوند که این روز مرا لایق فرزند ندونسته باشه نکردسته باشه چیکار کنم اوچه ایدستی من چی میآید به خاطر این که من فرزندار نمیشم اوچه باید من خونم ویران کنم اوچه باید دوست داشتم ایبرم جدا کنم اوچه باید حیاتی دخترک بسوزانم اوچه جان در همون خونه پیرانسالان اکثریت نفرای هستن که فرزندان از سالهای سال 5 فرزند 10 فرزند خراندن پوشاندن کلان کردن تربیه کردن مهنت کردن و این روز مهنت چون نال فرزندا خورده گشته استند فرزندا در تای پاشون ماشین در برای زنشون یکی پدر و مادر در کجای اوچه در خونه پیرانسالان بسیار آیله های را دیدم که اوچه جان فرزندار نشیدن در زندگی دوست می‌داشتن یکدیگر را حرمت میکردن احترام میکردن با مهر و محبت زندگی میکردن و تا آخر در بر یکدیگر ایستادن به فرزندیشون حس نکردن به کسیشون حس نکردن مشکلی زندگیشون حس نکردن چون که در بین او مهر و محبت بود همدیگر فهمی بود دوستداری بود بفهمین اوچه چی به فرزندی ما چی 20 فرزندار شدن همون نفرایی که امروز در خانه پیرانسالان رنج عذاب میکشن رجب علی ایبرانی